بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سالیس، جناب استاد، اعضای محترم کابینه، والی صاحبای محترم، السلام علیکم، سرمو بخیر. ما اول میخوایم که مراتب عمیق امتنان ما را از قوای دفاعی و امنیتی ما اظهار کنیم. من تنها یک مثال براتون میتونم از کوشش از این. تا بالا 80 نفر متعلق به داعش تنها بازداشت شد. روز نیست که ما یک پیشرفت عظیم نداشته باشیم و فضل خداوند از جهت که اینا دستگیر شدن از حملات بسیار گسترده در ولایت شمال افغانستان به صورت خاص، در ولایت بلخ و دیگر ولایت‌های ما و در کابل اینا جلوگیری شد. من ذکر میکنم که اینا هر روز در خط اول هستند، هر روز خطر قبول میکنن، هر روز قربانی میتن. ضرورت واضح است که اینا تقدیر شود و از طرف تمام نهادهای مربوطه ما مورد تقدیر قرار بگیرن و تمام والی صاحبا را که توازی نور ټولو ته باید دوی ته په دوامداره توګه لاسرسي ولري او ملاتړ یې ورکړي.